میدونی چرا خیلی از مکالمه ها به چند تا سلام، خوبی، چه خبر خلاصه میشن و بعد یه سکوت عجیب وسطش میفته؟ نه به این دلیل که خجالتی، نه اینکه اعتماد به نفس نداری، بلکه چون یه مهارت ساده رو تمرین نکردی. تقریبا هممون این موقعیت رو تجربه کردیم. با کسی جدید آشنا میشیم، چند تا جمله معمولی رد و بدل میکنیم، بعد یهو مکالمه یخ میزنه. فرقی هم نمیکنه کجا باشه، سر کار، توی عروسی فامیل دور، کافی شاپ یا جمع دوستان. حتی ممکنه کسی باشه که سالها میشناسی ولی مکالمتون یهو خشک بشه. حالا تصور کن بتونی با هر کسی حرف بزنی بدون اینکه حتی یه لحظه کم بیاری، بدون اینکه نگران سکوت‌های عجیب و خجالت آور باشی. واقعیت اینه که این کار یه مهارته، نه استعداد ذاتی. من خودم سالها فکر می‌کردم اجتماعم ضعیفه یا خیلی خجالتی‌ام، اما وقتی کنار آدمایی بودم که باهاشون راحت بودم، رفتارم کاملا عوض می‌شد. پس مشکل اعتماد به نفس نبود، مشکل نحوه حرف زدنه، یه مهارت که میشه تمرینش کرد. بعد از سالها آزمون خطا و نگاه کردن به آدمایی که در صحبت کردن عالی بودن، فهمیدم فقط 3 تکنیک ساده وجود داره که اگه بلدشون باشی، میتونی با هر کسی مکالمه رو شروع کنی، ادامه بدی و دیگه سکوت خجالت آور نداشته باشی. تکنیک اول، سوالهای باز بپرس. فرض کن طرف میگه میخوام آخر هفته برم کوه. 2 راه داری. یه جواب مثل چه خوب بگی و سکوت کنی. راه دوم، سوالهای هوشمندانه بپرسی طوری که مکالمه خودش ادامه پیدا کنه. مثل کجا میری؟ چند وقتی کوهنوردی میکنی؟ تنهایی میری یا با دوستات؟ حتی اگه به کوه علاقه نداشته باشی 2 چیز اتفاق میفته. 1. طرف مقابل حس میکنه واقعا بهش توجه داری. 2. کنترل مکالمه دست خودته و سکوت‌های خجالت آور از بین میره. این تکنیک ساده اما قدرتمنده، چون مکالمه فقط یه سری سوال و جواب نیست، بلکه کسی که سوالهای بیشتری میپرسه معمولا کنترل مکالمه رو هم دستشه. تکنیک دوم، بیشتر گوش بده، کمتر حرف بزن. خیلی‌ها فکر میکنن برای بهتر شدن تو مکالمه باید بیشتر حرف بزنن. این اشتباهه. برای خوب حرف زدن باید واقعا گوش بدی، نه اینکه وسط صحبت تو ذهن جواب آماده کنی. وقتی این کارو میکنیم، اغلب چیزی میگیم که ربطی به موضوع نداره و مکالمه قطع میشه. وقتی درست گوش میدی، میتونی سوالهای مرتبط و درست بپرسی و مکالمه روانتر و جذابتر میشه. تکنیک سوم، یه موضوع مشترک پیدا کن. وقتی یه علاقه یا تجربه مشترک پیدا میشه، مثلا ورزش، فیلم، کار یا تجربه‌ای که هر دو داشتید، مکالمه خودش جریان پیدا میکنه. گاهی موضوع مشترک واضح است، گاهی هم باید با پرسیدن چند تا سوال درست پیداش کنی. وقتی پیداش کردی میبینی مکالمه خودش بدون تلاش طبیعی و جذاب پیش میره. و گاهی هم مکالمه به جایی نمیرسه و سکوت پیش میاد. اشکال نداره. سکوت همیشه دشمن نیست و گاهی لازمه و طبیعیه. اما با این 3 روش حتی وقتی سکوت پیش میاد، کنترل مکالمه دست خودته و میتونی دوباره جریان رو به دست بگیری. پس اگه این 3 روش، سوالهای باز، گوش دادن واقعی، پیدا کردن موضوع مشترک رو تمرین کنی، تقریبا با هر کسی تو هر موقعیتی میتونی راحت حرف بزنی.